در مورد برآمدهای شما از چه وابسته بود و چه چیزهایشان برای اینجا مطرح کردید؟ درباره دو روز اخیری که این واقعه در چیز ته رفته شده است، باید این چیز رو بگم که دیروز موضوع اقلیت‌های ملی، حفظ حقوق اقلیت‌های ملی و بعداً مسئله جنایت‌های در اساس بدبینی مطرح شد که امروز هم دوام داد. اگر ببینید دیروز در حالتشون دو برآمدی رسمی بود. یکی وقتی که اگر گیم هیچ یک در نشست اول برآمد بود از جانب آقای کوزوف که گویا حق مردم از غلام در تاجیکستان پایمال می شود و اونا با یک نمودی تبعیض دچار هستند و باز یک برآمد دیگر بود از جانب آقای شیرزمان که گویا که از حق عموما تبعیض بدخشانی وجود دارد که البته به این نماینده رسمی جواب داد که آخر این موضوع ها اصلا قابل که بررسی هم نیستند و هیچ دیگه برآمده نشد. در نیمه دوم روز دیروز موضوع اساسی درباره بدبینی مذهبی بود که در اینجا گزارش این جانب بنده بود درباره نمونه های ما میگیم که زبان نفرت و نمونه های بدبینی مذهبی که در که از جانب رسما از جانب حزب نهضت اسلام در تاجیکستان در سالهای فعالیتش چاپ شد و توجه حاضرین رو ما خواستیم به این مسئله جلب کنیم. دیگر در جلسه دوم نه از جانب تاجیکستان نه از جانب جامعه شهروندی نه از جانب از جانب کشورهای دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی هم هیچ نام از تاجیکستان گفته شد. برای همین هم در جلسه دوم روز گذشته حتی نیاز به گرفتن حقوق جواب هم نشد. امروز در روز یکم در نیمروزه اساسا باز ادامه همون موضوع بود، یعنی جنایت‌های در اساس بگم بدبینی و خشونت و البته جانب تاجیکستان برآمدهای خود رو کرد و یک چیزهایی هم صدا دادن از جانب‌های دیگر. اگر یک نوعی بگم یک مصاحبه سازنده صورت میگیریم و پیشنهادهای دقیق و مشخص میشدن که مثلا میگم که در چه گونه تغییرات‌های نهادی چه گونه تغییرات در بعض نمود قانونگذار دستورها شود، بهتر بود از آنی که مثلا شعار پرتایی یا متهم کردن یا استفاده بردن مثلا زبان نفرت خیلی با فایده و صلاح کار بود. برای خاطری که عموما اساس همه نمود واخوری‌ها این است که باید جانب‌ها با هم دیگر پیام رسانند، ولی من جدی میگم پیام‌های جدی رو نشنیدم، تنها باز همون شعار پرتایی بود. شما این مصاحبه رو پیشنهاد کردید و قبول نکردم؟ شما گفتن مصاحبه باید شود. نه البته من از دیدگاه خودم هر چیزی که گفتم در سخنرانی خودم به واسطه با فکت بود. مثلا من وقتی که اون چیزی که من گفتم برای هم نقد بود و هم به یک عنوان توصیه بود به جانب نهضت که باید به هر حال با اون قسمتی که در تاریخ اونها بود و یک زمانی در فعالیتشون این نمودی نوعی برخوردار بود که این تو دوره هویت اروپایی پیدا کردنشون بود، باید با این قسمت تاریخی خود باید فکر کنند که چگونه انجام داد و چگونه با جامعه اروپا اون قسمت تاریخ خود رو مطرح کنند. همون مشخصا نمیدونم نه من گفتم که مثلا در سالهای بگم اگر بر سالهای 92 اولای 2000 تا تقریبا 2010 که حال بیشتر همین ترجمه و بازنشر بسیار کتابایی که اصلا در ایران نوشته شدن چاپ شدن از جانب مطبوعاتی مثلا رسمی حزب نهضت شد و در اونجا نام مطبوعات هست و از نام حزب نمیتونه این کار کرد و باید یک بگیم که اگر خواهیم که همین در واقعیت اروپایی با این سابقه تاریخی خودشون وجود داشته باشند، به هر حال باید یک بینیش و یک دیدگاه داشته باشند که چگونه مثلا مطرح کنند که اون شعارهایی که پیشتر مثلا رسما در سخنرانی ها و در مطبوعات چاپ میشد چگونه باید بازبینی شود یا چگونه باید برای مثلا گیم که جامعه جهانی اروپا و دیگر چیز مطرح شود و شرح داده شود که چرا از چنین عباره ها، چرا از چنین شعارها، چرا از چنین مثلا مسئله گذاری ها استفاده شد. در رفتار مخالفین شما بیشتر بهبودی ها را دیدید یا همون از لحاظ اخلاقی میگم واقعا هم این سال نسبت به سال گذشته یگان مثلا بگیم که ایرادهای جدی برای کسی نشد و این واقعا هم باعثی بگیم که تحسین است از هر جانب، ولی گفتم که از لحاظ موضوعی من جدی میگم یگان موضوع نو را ندیدم و حتی شما میتونید ویدیوی برآمدهای سال گذشته را با سالهای امروزه کنید، مثل این که همون ورقهای سال گذشته را دوباره خواندن. یگان موضوعی میگم جدی نو مطرح
مطرح نشد. برد اساسی هیئت امسالای حکومت در چیست؟ برد در این بود که مثلا در همه چیزها اشتراک کردن، در همه جلسه ها برآمدها شدند. هیچ جلسه نبود که تقریبا برآمدی نشد. هیچ جلسه به اصطلاح دو سه جلسه که دیگر هیچ ارادی که نبود که جانب تاجیکستان در آن از حق جوابی خود استفاده نبرد و باید بگیم که بیشتر اگر نگاه کنیم در مقایسه با سالهای قبلی بیشتر بگیم آن محتوای سخنهای تاجیکستان بگیم که بیشتر بگیم بیانیه‌ای داشتن، خصوصیت بیانیه‌ای داشتن، نه آن خصوصیت تهاجمی که میتونستیم مثلا در سالهای گذشته، چون که این سال بگیم محتوای برآمدهای هیئت حکومت همین بود که باید از اون موقع تاجیکستان ارزیابی شود و اون بینیش و فکت رقمایی که جانب تاجیکستان برای خودش مثلا مطرح کرد و اون رو برای خودش یک حقیقت میدوند، اون رو به سمع حاضرین رساند. آخرین سوال اینم که سال گذشته شما یک کدام کلمه رو نسبت به نوری رب دادید و گفتید که همین کلمه رو میگید، اونا میگن این گپ از قرآن است. خب من صحیفه ها را ذکر کردم و اون کتاب هست و اگر شما هم بانید خب این مسئله این است که آقای نوری کتاب نوشت به نام در اون سوی سیاست و اون مثال هایی که از اونجا استفاده می‌شدن ما اقتباس آوردیم و اون چیز هست. اونا دعوا دارن که اون گفته های قرآن است و اونا نمیتونستن نه خب چی دیگر گناه کنن. نه اون گفته های قرآن هم نیست است. این عباره از ما با کارهایی که در آنجا مثلا من یه بار دیگر عباره رو تکرار میکنم و باور دارم که شما اون رو نمیبرید. وقتی که آقای نوری در کتاب خود در صفحه 189 میگه که هر اون کسی که در اون جانب دریوم و با مجاهدین ما پیوست، این یعنی عباره قرآن است و قرآن نیست. اون میگه حکم او حکم یک مشرک است، حکم یک کافر است و تمام احکام مشرک بر او تطبیق می شود. یعنی تسلط در مالش حلال است. این عباره نوری است. تسلط در مالش حلال است، نکاحش منفسخ است و رفتار او با یک رفتار مشرک است و بعضی مثال های دیگری زیاد است. مثلا میگه که در دارالکفر تاجیکستان وقتی که تاجیکستان دارالکفر است من در اون صحیفه ذکر می شود، من با ذکر صحیفه‌اش گفتم و اگر خواستید مثلا من میتونم برای شما کپی همون صحیفه را نشان بدم که با حروفات فارسی نوشته شده است. این یک واقعیتی هست که از اون نمیشه گریخت و اگر این کارم کند مثلا در امروزها یک وسیله است که دلیل سنجی است، میتونه با آسانی این کتاب‌ها رو پیدا کرد و با همون صحیفه‌ای که اشاره شد یا بار نگاه کرد. اما اون چیزی که از آیات قرآن ذکر شده و حدیث اون مسئله تمام دیگر است. حتی اون هم میتونه با مسئله ایغور برانگیزی استفاده شود، ولی ما از اون چیز استفاده نبردیم و تنها نقل قول از اون سخن‌های آقای نوری بود یا نقل قول از اون کتاب‌هایی بود که نهضت رسما چاپ کرد. کمیته فرهنگ نهضت رسما چاپ کرد و اون کتاب به نام چرا از اسلام روی گردانده است و در اون کتاب یک فیک یک دستوری ساخته به مثل پروتکل‌های سیونیستی که امروز تمام جامعه جهانی می‌داند که اون یک چیزی ساخته است، از اون چیز مطرح می‌شود که روبردار از منابع ایرانی و مثلا کتاب‌های دیگر و این چیزها رسما چاپ شدن و مثلا هیچ حالت انکار کننده نیست.